امروز 30 سپتامبر است و با برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم در خدمت شما عزیزان. در برنامه این موضوع ها را داریم. اکنون والدین ابلغ می شوند. در استانه شروع دعوت تیرماهی بعضی والدین جوانان سنی دعوتی از بازداشت و بازپرسیشان شکایت می کنند. در انتخابات افغانستان اشتراک رای دهندگان فعال نبود. آنهایی که شرکت داشتند امیدوارند صلح و آرامی می شود. رای دادیم که مملکت آرامی شد، صلح شد، بعد جنگ و کشتار کم شد، خلاص شد. ما مردم غریب بیچاره مظلوم. و در تاجیکستان سرخانه شخصی شورای ورزیده و نامی نرزلوی لطیف تأسیس یافت که تاریخ یک اسره ورزشی تاجیک را نمایش میدهد. حالا که کار میکنم روزهای استراحت اینجا بسیار میآیم و روزهای استراحت به این آثارخانه وارد میشوم و همه این چیزی که در اینجا هست به من لذت میبخشد. شروع میکنیم از یک خبری دیگر. بعد از 2 هفته مناقشه مرگبار در بین جماعت اوفچی قلچه نویه باباجان غفوروفی تاجیکستان و نویه لیلک قرقیزستان مقامات دو طرف پول را به استفاده دادند که روای ساکنان نزد مرزی را آسان میکند. این پول 2 سال پیش ویران شده بود. در مناقشه شب 16 سپتامبر 3 سرباز و افسر تاجیکستان و یک مرزبان قرقیزستان کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. حالا دو طرف پول نو را دوستی نام گذاشتند تا به گفته مقامات مایه ثبات در مرز باشد، نه نیزا و خونریزی. در مراسم با استفاده دادن پول رئیسان ولایت سوغد و بادکند اشتراک کردند. مظفر یونوسف سخنگوی رئیس ولایت سوغد به رادیو آزادی گفت هر دو جانب تلاش‌ها را به آن روانه کردند که دیگر به نیزا راه داده نشود. گزارش مفصل در این باره را فردا پیشنهاد شما خواهیم کرد. پگاه در تاجیکستان دعوت تیرماهی برای خدمت در صف قوه‌های مسلح آغاز می شود. در این باره پرزیدنت امالی رحمان روز 3 سپتامبر فرمان را صادر کرده بود. در دعوت بهاری امسال مثل گذشته ها چند نوار جلب اجباری و یا خود ابله شدن جوانان به شبکه‌های اجتماعی راه یافته بحث‌های داغ را برپا کرد. ظاهراً این دفعه مقامات از اصول دیگر کار گرفتند. سرویناز روح الله تفصیلات می‌دهد. چندین ساکنی مناطق تاجیکستان از جمله شهر اسفره از آن شکایت دارند که مقامات انتظامی آنها را بازداشت کردند تا فرزندانشان را از مهاجرت برگردانیده به ارتش فرستند. برخی آنها میگویند از 1 تا 3 روز در بازداشت بودند و بعضی ها هم هنوز رها نشدند. مقامات قضیه را رسما شرح ندادند، اما یک همصحبت رادیوی آزادی گفت مقامات تنها به والدان میفهمانند که فرزندانشان باید بر اساس قانون به ارتش بروند، نه چیزی بیشتر از این. معرکه دعوت جوانان به خدمت حربی که همساله 2 مراتب بهار و تیر ماه صورت میگیرد این موسم فردا 1 اکتبر شروع می شود. هر دفعه با آغاز موسم جلب غیرقانونی جوانان یا خود ابله صدا می دهد. برای بعضی تحصیل در دانشگاه و یا مهاجرت کاری راه خلاصی از خدمت در ارتش شده است. در چنین شرایط نقشه دعوت به ارتش نه همیشه سری وقت اجرا می شود و به قبل حامیان حقوق مقامات از جلب مجبوری یا ابله کار می گیرند. بنا به اطلاع رسمی تعداد افراد سنی دعوتی در تاجیکستان بیش از 600,000 نفر حساب شده است که 150,000 نفر آنها از خدمت رسما آزادند، یعنی یا پسر یگانه خانواده‌اند، بیمارند یا امتیاز دیگری دارند. تابستان این سال هم گفته میشد که برخی از شرکت‌های فروش چیپته‌های هواپیما برای آنهایی که سنی خدمت حربی هستند چیپته نمی‌فروشند، ولی بعداً این خبرها تصدیق خود را رسما پیدا نکرد. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و خود نسمی تفاعلات 2 ساله خود را در کشور نتیجه گیری کرد. این سند در شرایط تسجیل شد که سازمان‌های جهانی در چند سال اخیر از وضع آزادی بیان در این کشور انتقاد می‌کنند. در عین زمان برای خبرنگاران تاجیک مشکل دریافت معلومات از منصبداران مانع جدی در پیشبرد فعالیتشان ارزیابی می‌گردد. شادمانی یتیم در این باره گزارش دارد. در تجلیل 20 سالگی انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان روزنامه‌نگاران از مشکل دسترسی به اطلاع و وضع آزادی بیان نگرانی کردند. در این چهاربینی که 28 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد گفته شد با وجود تلاش‌های سازمان‌های ژورنالیستی در اکثر وقت مقامات حاضر نمی‌شوند سری وقت به خبرنگاران معلومات ضروری را دسترس کنند. مخصوصاً بعد حادثه‌های سپتامبر سال 2015 محدودیت ها در فعالیت مستوی اخبار عامه در سمت آزادی بیان ایجاد شدند
و تا امروز این محدودیت‌ها وجود دارند. در برابر مشکلات مالی رسانه‌ها با دیگر مشکلات ها نیز مواجه هستند. از جمله خودسانسوری خیلی بالا رفته است و دسترسی به اطلاعات جمعیتی مخصوصا از مقامات رسمی محدود است. خبرنگاران بارها نگرانی کردند که مقامات رسمی سر وقت به درخواست یا سؤال خبرنگاران پاسخ نمی‌دهند. از جمله در مناقشه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان سر وقت اظهار نظر نکردن مقامات تاجیک باعث شده است که رسانه‌ها از قول مقامات قرقیز وضع را شرح دهند. مثلا هفته گذشته یک منبع فرج از ناحیه بوسه به ما خبر داد که در کارمندان بانک امانتی امانت بانک بوسه رو агенти зидди коррупсия тафтишот гузаронд, санҷиш гузаронд ва 6 нафар корманди бонкро барои аз худ кардани маблағҳои пулии давлатӣ ошкор карданд. ва мо хостем манбаи расмиро аз худи агенти зидди коррупсия дастрас кунем ва як ҳафта аст ки мо ҷавоби кормандони агентиро интизор дорем. баъзе соҳибрасонаҳо пешниҳод карданд ки муҳлати гирифтани иттилоъро камтар кунанд, чун наметавонанд хабарҳои фавриро сари вақт аз манбаъҳои расмӣ тасдиқ намоянд. тибқи қонун масъулони идора ё мансабдорон дар муҳлати накамтар аз 3 рӯз бояд ба дархости рӯзноманигор посух диҳанд. дар сурати рад шудани ин пешниҳод расона ҳақ дорад мақомотро ба додгоҳ кашад. қонун ҳам ба чунин масъулон муҷозот пешбинӣ кардааст. ҳуқуқшиносон мегӯянд дар аксар вақт хабарнигорон аз шикоят нисбати бемасъулиятии мақомот худдорӣ мекунанд. Якумаш ки масалан худи журналист намехоҳад бо ҳамон мақомот муносибаташа вайрон кунад, яъне фикр мекунанд ки шикоят шуд, яъне муносибат вайрон мешавад. дуюмаш вақте ки шикоят мебиёяд, яъне ҳуқуқи интихоб дорад. Метавонад ки ба зинаҳои болои ҳамон мақомот муроҷиат кунад, яъне ки интихоб ё ин ки метавонад ба суд муроҷиат кунад. ва новобаста аз он ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 148 ва 162 ҳуқуқи журналистонро барои дастрасӣ ба иттилоот ва амалӣ намудани фаъолияташон ҳимоя мекунад, то имрӯз ҳоло ягон парванда оғоз нашудааст ва ягон муроҷиат ҳам набуд. дар ҳоле расонаҳо аз маҳдудияти дастрасӣ ба иттилоъ шикоят мекунанд ки созмони хабарнигорони бидуни марз дар гузориши солонаи худ Тоҷикистонро дар қатори кишварҳои саркӯбгари озодии баён ҷой дода буд. Шодмон Ятим, Озодии Душанбе. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. дар Афғонистон рӯзи 28 сентябр интихоботи ба таъхирафтодаи раёсати ҷумҳурӣ ба поён расид. ба эҳтимоли зиёд натиҷаҳои муқаддамотӣ охири ҳафта эълон мешавад. ҳарчанд бино ба ҳисоби ғайрирасмӣ аз шумораи умумии райдиҳандагон танҳо 20% онҳо барои овоздиҳӣ рафтанд. бо вуҷуди он ки дар рӯзи интихобот тадбирҳои амниятӣ тақвият дода шуд, Искандари Хоҷамирзода мегӯяд ҷараёни баргузории маъракаи сиёсӣ ори аз қурбонӣ набудааст. خادمان کمیسیه انتخابات افغانستان به حساب آوازهای انتخابات پرزیدنتی خشونتبار و سرشار از تشویش امنیتی و شکایت آغاز نمودند. از مناطق دوردست قطی‌های آوازدهی را با استفاده از خر انتقال دادند و برای حساب پیشکی رأی‌های انتخابات پرزیدنتی 28 سپتامبر تخمیناً 2 هفته ضرور می شود. از توسط رای دادیم که مملکت آرامی شه، صلح شه، بعد جنگ و کشتار کم شه، خلاص شه، مردم غریب بیچاره مظلوم. در روز انتخابات چندین حمله خونین جای داشت. بعد از قطع مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا، طالبان افغان هشدار داده بودند که انتخابات را خللدار میکنند. در یکی از مسجدهای قندهار که همچون حوزه رایدهی استفاده میشد، ترکیش به وقوع پیوست. در کندوز کمش 5 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 30 نفر دیگر زخمی شدند. حمله به نقطه‌های آوازدهی در شهرهای کابل و غزنی هم جای داشت. برای تامین امنیت در حوزه‌های انتخاباتی تخمیناً 72,000 افسر امنیتی سفربر شده بود. ناظران انتخابات میگویند وضعیت امکان داشت از آن هم بدتر باشد. وضعیت در حوزه‌های انتخاباتی بهتر از آن بود که ما انتظار داشتیم. نگرانی امنیتی زیاد بود و به فکرم آن به شرکت رای دهندگان در آوازدهی تاثیر گذاشت.
کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان میگوید رایدهندگان در انتخابات پرزیدنتی فعال نبودند و در آوازدهی 28 سپتامبر همگی نزدیک به 20% آوازدهندگان اشتراک کردند. فرق ندارد که چند کس آواز داد. صرف نظر از آمار رای دهندگان تهدید را نادیده گرفته نشان دادند که میخواهند آینده خود را زیر نظارت داشته باشند و پرزیدنت آینده کشور را انتخاب کنند. گفته می شود که شرکت زنان سست بوده است. بسیاری ها نمیخواستند که عکس بیومتری آنها گرفته شود. بعد فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 مردم افغان 4 دفعه رئیس جمهور انتخاب کرده است. در انتخابات فعلی پرزیدنت افغان اشرف غنی با 14 داوطلب رقابت داشته میخواهد بار دوم مقام ریاست جمهوری را کسب کند. رقیب اساسی او عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان به شمار می رود. بعد انتخابات سربحث و سرجنجال سال 2014 غنی و عبدالله حکومت وحدت ملی را تشکیل داده قدرت را تقسیم کرده بودند. عبدالله هشدار داده است که انتخابات کنونی باید پاکتر باشد. نگرانی اساسی این است که اگر انتخاباتی مثل سال 2014 سرشار از تقلب باشد، آن پیامد خواهد داشت. پیش بینی می شود که نتیجه نهایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان 7 نوامبر اعلان خواهد شد. اگر کدام یکی از نامزدها بیش از 50% رای ها را کسب نکند، دو نامزد پیشدست 23 نوامبر در دور نهایی آوازدهی رقابت خواهند کرد. این حیات به حق کارنده برنده خرنده بر محمد صلوات الله بینندگان عزیز، این لحظه افتتاح با تنتنه و سرخانه شخصی نرزلوی لطیف شورای نامداری ورزش تاجیکستان است که هفته گذشته در بیرون از دوشنبه صورت گرفت. نرزلوی لطیف دوام نیم عصر درباره هم کامیابی و هم شکستی ورزشکاران کشور در عرصه بین‌المللی در مسابقات گوناگون از جمله بازی‌های المپیک گفته است. این شورای ورزیده میگوید اکثر گزارش‌های زیرین در رادیوی آزادی نشر شدند. اینجا عکس‌های زیادی است همراه همکارانم در طول این سالها و همچنین با مصاحبانی که به رادیو می آمدند. من اینجا زیبانیسا رستم و با محسن محمدیف و طلع خلنظرف و دیگران هم صحبت شدم. اینچنین توسط این رادیو گزارش های من از المپیاده ها به واسطه رادیو پخش شدند. خلاصه در سرخانه مذکور مهمانان امکان دارند که با تاریخ قریب یک اسره ورزش تاجیک آشنا شوند. شکل پوره این گزارش رو میتوانید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. و مقامات تاجیکستان 48 زندانی افغان رو که اساساً با جرم قاچاق مواد مخدر سالها باز در محبس‌های کشور نگهداری می‌شدند برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. مراسم سپردن زندانیان افغان امروز در منطقه 5 پایان و در مرز تاجیکستان و افغانستان صورت گرفت. کابل در عوض چند شهروند تاجیکستان رو که به جرم تروریسم و افراطگرایی زندانی بودند به دوشنبه انتقال داده است. باید گفت که پیش از این در ماه ایول 80 محبوس افغان به واسطه گذرگاه 5 پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. سال 2016 دیپلمات‌های افغانستان گفتند در مدت نیم سال 2 محبوس افغان در زندان‌های تاجیکستان فوت دیدند. انتقال زندانیان تاجیک و افغان به وطنشان بر اساس یک سازشنامه تاجیکستان و افغانستان از سال 2010 صورت می‌گیرد. بینندگان عزیز، خبر کامل در وبسایت ما قابل دسترسی است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. تا نشر نوی برنامه از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما چون همیشه در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار هر یک شما باشه.